سلام، وقتتون بخیر. این روزها کسانی در نقاط مختلف دنیا درباره ایران نگاه‌هایی دارن که بعضی هاشون این نگاه‌ها رو دوباره دارن تمدیدش میکنن، تاییدش میکنن، میگن نه ایران همینه که ما فهمیدیم. بعضی درش تجدید نظر میکنن، بعضی هاشون میان از نزدیک میبینن این چقدر متفاوته با اون چیزی که ما فکر میکردیم. من برنامه‌ای رو برای شما آماده کردم. این یک خانم غربی هست، یک خانم اروپایی هست که اومده ایران سفر کرده، تجربهش رو میخواد با بقیه به اشتراک بگذاره. محشره، اون چیزایی که توی این برنامه مطرح میشه محشره. با هم ببینیم، برمیگردیم نکاتی دارم مفصل لابلای این برنامه خدمت شما هستم. Und ich sage, also was mich interessiert immer, ich kann nicht 7,2 Milliarden Menschen davon überzeugen. Aber ich kann versuchen zu verstehen, warum andere dies tun oder jenes und welche Strukturen sie dahin bringen, dass so etwas geschieht. Und zum Beispiel habe ich, um mal ganz groß anzufangen, an Kritik. Unsere westliche sogenannte Wertegemeinschaft hat die Aufklärung verloren. Wir sind nicht mehr in der Lage, in Distanz zu uns selbst zu treten. Und wir hadern mit anderen Zivilisationen, der iranischen, eine uralte Zivilisation. Ich war jetzt da vom 17. Dezember bis 7. Januar. Auch dort... خب اجازه بدید بخش رو بررسی کنم. میگه که من میگم چیزی که برای من همیشه جالبه اینه که نمیتونم 7 میلیارد نفر رو متقاعد کنم، اما میتونم سعی کنم بفهمم چرا دیگران این کار یا اون کار رو میکنن و چه ساختارهایی باعث میشه که چنین چیزی اتفاق بیفته. مثلا برای شروع از یه موضوع بزرگ، جامعه غربی ما که به اصطلاح جامعه ارزش هاست، روشنگری رو از دست داده. ما دیگه قادر نیستیم از خودمون فاصله بگیریم و ما با تمدن‌های دیگه مشکل داریم. تمدن ایران یک تمدن باستانی. من اخیراً اونجا بودم، از 17 دسامبر تا 7 ژانویه اومده ایران رو از نزدیک دیده. همه ی حرفایی که درباره ایران میزدن و اینا مرددش کرده. میگه آقا نه، مثل که مشکل از ما نمیتونیم با اینا ارتباط بگیریم. چرا؟ مگه رسانه‌هاشون راست نمیگن که ایرانی‌ها لولو خورخورن؟ نه، من رفتم از نزدیک دیدم متفاوته. ببینیم، برگردیم نکاتی دارم عرض کردم. Die Widersprüche werden nicht gefasst. Die chinesische Kultur, eine alte Kultur. Die russische Kultur ist älter als unsere deutsche, um es nur mal zu benennen. Und Staaten entstehen nicht, wie man in den USA glaubt, indem man eine Fahne irgendwo reinsteckt, reinbläst, kurz die Indianer umbringt und dann ist gut. Sie sehen schon, für mich ist die Welt eine Bühne im Shakespeare'schen Sinn. Ja, ja. Und ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, abgesehen jetzt von der Ukraine, in dieser Iran-Reise, wir sind 5000 Kilometer durch 10 Städte gefahren. Die größte Menschenansammlung war vor einer belgischen Frittenbude in Isfahan, 40 Leute ungefähr. خب اجازه بخش رو هم بررسی کنیم. میگه که هیچی از چیزایی که درباره این کشور گزارش میشه درست نیست. درباره ایران میگه و تناقض‌ها رو هم درک نمی‌کنن. فرهنگ چین یه فرهنگ کهنه، فرهنگ روسیه قدیمی‌تر از فرهنگ آلمان ماست. فقط برای اینکه اشاره کنن و کشورهایی که اونطور که آمریکایی‌ها فکر می‌کنن به وجود میان، میگه اینا مثل اونا نیستن، مثل آمریکاییایی که پرچم یه جا زدن، سرخپوستا رو کشتن، بعد کشور به وجود آوردن. میگه ببینید، من برای حالا داره حس خودش رو میگه نسبت به دنیا، بعد میگه میتونم بگم که جدا از موضوع اوکراین مسائل دیگری هم هست. در این سفر 5000 کیلومتر تو 10 تا شهر ایران رانندگی کردم. بزرگترین تجمع جلوی یه غرفه سیب زمینی فروشی بوده تو اصفهان، حدود 40 نفر. من حالا میخوایم برسیم به اینکه از این توصیفا به چی میخواد برسه، انگیزش چیه. ولی فارغ از اینها جمله رو دقت کردین، تصورش نسبت به ایران عوض شده. میگه همه اون چیزایی که رسانه‌های غرب میگن دروغه. من نکته‌ای رو تا فراموش نکردم خدمت رفقای خودم در خارج از کشور بگم. بعضیا به من پیام میدن دلمون برای ایران تنگ شده، ایرانو خیلی دوست داریم، کاش میتونستیم ایران باشیم. بارها گفتم توی این برنامه، ولی حس میکنم هنوز حرف من برای بعضیا کلیشه‌ایه. شاید سفیر کشورتی توی کشور خارجی، نوع رفتاری که تو به عنوان یک ایرانی از خودت بروز میدی در گفتگو با افراد مختلف، روایت ها رو نسبت به کشور تو میتونه بسازه.
کمک بکنید ضد روایتی که ساخته شده است در تصور ملت‌های غربی در هم بشکنه. شماهایی که در خارج از کشورین بهتر از ما میتونید این کارو بکنید. بریم ادامه‌اش رو ببینیم. Die Probleme, die hier beschrieben werden, gibt es dort so nicht. Ich wollte unbedingt Bus fahren, weil ja Männer und Frauen so getrennt sind. Wir sind dann mit der U-Bahn gefahren. Da konnte ich unseren Reiseleiter überreden, weil der mir nämlich erzählt hat, wie iranische Männer sind. Die sind Machos, haben immer das letzte Wort. Und das letzte Wort ist, ja, sehr gern, Schatz. Davon habe ich auch Gebrauch gemacht. Er wollte nicht, dass wir in irgendeinem öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Zum Schluss hat er gesagt, ja, sehr gern, Schatz. Also, wir gehen in die U-Bahn. Was fährt ein? Ein Zug, ein einziges Abteil. Ich sage, du musst nicht nur glauben, was im BBC erzählt wird über den Iran, auch mal selber U-Bahn fahren. War sehr schön. Und jetzt will ich mich nicht weiter über den Iran. خیلی خوب، اجازه بریم بقیه‌اش رو هم ببینیم. میگه که اون چیزایی که اینجا توصیف میشن تو ایران این شکلی نیست. من خیلی میخواستم با اتوبوس برم چون مردها و زنها از هم جدا هستن. اینجا آقا شما برگردی بگی که مثلا خانم‌ها از آقایون جدا هستن، طرف میگه مگه مثلا چرا اینجا آزادی نیست فلان. آقا این اصلا امتیازه به خانم‌ها. من نمیدونم چرا بعضی چیزا اشتباه فهم میشه. تو ماجرای زن زندگی آزادی طرف اومده و میگفت باید زن‌ها آزاد باشن. میگفتیم خب چیکار بکنیم؟ بعد فیلم در اومده و رفته تو واگن مترو خانوما. این آزادی نیست، تو داری حق آزادیشو میگیری. طرف از ژاپن اومده و تعریف کنه، فکر کنم ایتالیایی بود، ویدیوشو تو پیجم گذاشتم اینستاگرام. میگه نمیدونین چه خبره، اونجا اونا توی ژاپن واگن مخصوص خانوما دارن، چقدر خفن. حالا یه دونه واگن هم نشون میداد توی ژاپن مثلا خانوما جدا از آقایون. ما خودمون اینو داریم، چون مثلا حکومت ما یه رنگ و بوی دینی داره، فکر میکنیم این اومده به زور دین به ما اجبار کرده. نه، این اینجا داره حال میده اتفاقا به جامعه خودش. این که از خارج اومده میفهمه اینو. میگه من اتفاقا دوست داشتم این شکلی برم چون از همدیگه جدا هستن. با مترو هم همینطور تونستم راهنمای سفرمون رو راضی کنم، چون اون به من گفته بود مردای ایرانی چطوری هستن، اینکه مرد سالارن، همیشه حرف آخر رو میزنن و البته آخرین حرفشون اینه که باشه عزیزم. و میگه من خیلی خوشم اومد از این وضعیت، نمیخواست با ما هیچ وسیله نقلیه عمومی بریم، آخرش گفتش که باشه عزیزم با مترو میتونیم بریم. یه قطار اومد، یه واگن، من گفتم تو نباید فقط به حرفای BBC درباره ایران گوش کنی، باید خودت هم به اصطلاح خودمون ایران رو اونطوری که هست ببینی. همه اینایی که میان خارج از کشور نسبت به مسئله ایران تصورشون به شکل ویژه‌ای عوض شده. ما اگر بخوایم در جمهوری اسلامی کار موثری برای وطنمون بکنیم، اینه شرایطی فراهم بکنیم اونای دیگه بیان ایرانو ببینن. آقا نه به باورمون ضربه میخوره، نه به پوششمون ضربه میخوره، نه به مذهبمون ضربه میخوره، نه به دینمون ضربه میخوره، همه اینا هم سر جاشه. بعضی از دوستانم میگن نه جمهوری اسلامی اگه بخواد مثلا بقیه توریستا بیان، یکی به من پیام داده و میگفت بخواد بقیه توریستا بیان باید از یه سری خط قرمزای دینیش بگذره و الا فقط توریستا که سنشون بالا میان. ما با سنش چیکار داریم؟ ما میگیم بیاد ایران یکی ببینه، بره تعریف بکنه، حالا سنش هرچی بود برام فرقی نداره. بعضی از پیام‌های این شکلی رو میبینم خیلی درون خودش جالبه. فارغ از همه اینها نباید از این ظرفیت غافل شد. همه اونایی که از غرب درباره ایران متفاوت شنیدن، این متفاوت شنیدن رسانه‌های جمهوری اسلامی بهشون ارائه نداده. ما بهشون ارزه داشتیم ارائه بدیم. اومده ایران دیده. من امیدوار هستم آنها که مسئول هستن روی این تأمل بیشتری داشته باشن. ادامه‌اش ببینید. Über den Iran ausbreiten. Ich will nur sagen, dass es eine Kultur ist, von der wir keine Ahnung haben. Es ist das gastfreundlichste Land dieser Erde und unsere Außenministerin sagt, wir sollen da nicht hinfahren. Die Art der Beschreibung sind absurd. Und wir waren am letzten Abend, um jetzt meine Unkenntnis voll auf den Punkt zu bringen, in Qom sind die Feierlichkeiten für Fatima. Fatima ist eine Prophetin. Wo haben wir die im Christentum? Gut, also die haben eine Prophetin und alle pilgern dahin. Und ich verstehe nichts, was diese Menschen tun. Aber ich höre, wie sie singen. Ich sehe, wie sie sich beschäftigen mit etwas, das kannst du Gott nennen, das kannst du Natur nennen. Uns hat eine Frau durch diese بخشش با هم ببینیم. میگه که نمیخوام بیشتر درباره ایران صحبت کنم، فقط میخوام بگم که این یه فرهنگه که ما هیچی ازش نمیدونیم، مهمان نوازترین کشور روی زمینه و وزیر امور خارجه ما میگه نباید بریم اونجا. این نوع توصیف‌ها مسخره است. حالا میخوام بی اطلاعیم رو کاملا نشون بدم. ما آخرین شب در قم بودیم، اونجا
داشتن مراسم حضرت فاطمه رو برگزار میکردن. فاطمه یه پیامبره، حالا دختر پیامبر ماست و جایگاه محترمی داره. این شکلی تعریف کنه، میگه ما کجای مسیحیت همچین چیزی داریم؟ خب اونا یه پیامبر زن دارن و همه میرن زیاد. من درباره حضرت معصومه یه مسئله خدمت شما عرض بکنم. بارها من شنیدم مثلا دوستانمو به ویژه اونا که باورمند نیستن میگن اسلام زن ستیزه. آقا زن ستیزی این آدمو پای اسلام نذار. مگه مثلا من فلان غلطه فلان شخصو پای اسلام میذارم؟ اسلام از اتفاقا محترم بودن جایگاه زن داخلش، همینو فقط بهت میگم که کل حضرات آیات شیعه از رهبرش بگیر تا برسی به بقیه مراجع توهم میرن پای ذریح یه خانوم زانو میزنن که خدا حاجت اینا رو بده یا نده. خدا یا مثلا به حق حضرت معصومه من رهبر این مملکتم به من عنایت کن. آقا این جایگاه همون خانوم نشون میده، جایگاه زن رو تو این دین نشون میده. اگر جایی رفتاری است که ما اون رفتار رو فهم نمی‌کنیم، این بایدی نباید گذاشته بشه. اینو کی میفهمه این حرف منو؟ این خانومی که خارج بلند شد اومده اینجا میگه من همچین چیزی ندیدم، این جایگاهش بالا، اینا رفتن متوسل شدن به اون. میگه همه اونجا داشتن زیارت میکردن و من هیچی از کارهای این مردم نمیفهمم، اما میشنوم چطور میخونن. مراسم داشتن عزاداری میکردن یا مراسم اعتقادی داشتن. این میگه من نمیفهمیدم، ولی متوجه میشدم که دارن مثلا یه حرکتایی انجام میدن دینیه. میتونی اسمش رو خدا بذاری، میتونی طبیعت بذاری. و یه خانم ما رو از بین این چند مسجد که یه مجموعه بود راهنمایی کرد. بریم ادامهش رو ببینیم دیگه چی میگه. Durch diese mehreren Moscheen, die als ein Komplex da sind, geführt. Eine wunderbare, zarte Frau, die besser Englisch spricht natürlich als wir sowieso, aber eine hochgebildete Frau, die uns zeigen konnte, wo die schönsten Orte sind. Und beim Abschied, da habe ich sie in den Arm genommen und mir ging es so, ich habe solche Angst, dass ihr was passiert. Dass wir ihr was tun, dass wir wieder etwas nicht verstehen, dass wir mit unseren idiotischen Waffen seit dem 19. Jahrhundert kolonisieren und nie hingucken, was wir machen. Und das ist unsere Aufgabe. Meine Aufgabe kann nicht sein, woanders etwas zu verändern. Aber hier zu sagen, dass es nicht richtig ist, und zwar nicht der Einzelne, der ist mir in dem Fall ehrlich gesagt mal wurscht. Der soll zu Ihnen gehen und dann müssen Sie ihm helfen. خیلی خب بخشش رو هم دیگه دیدیم. در انتها اومد اشاره کرد، میگه که حالا داره داستان سفرش رو تعریف میکنه. میگه یه خانم ظریف فوق العاده ای رو اونجا دیدم، انگلیسیش از ما بهتر بوده. نمیدونم اون خانم ظریف فوق العاده ای که انگلیسیش از این بهتر بوده نمیدونم که، ولی هر کی از دمش گرم. پرچمو بردی بالا، اونجا یه جوری رفتار کردی این تو کفش مونده. میگه اینا تحصیل کرده هستن و بعد اومده تعریف کرده که حالا جاهای مختلفو بهش نشون داده و بعد از ایران شروع کرده تعریف کردن و حرفایی از این دست. میگه موقع خداحافظی بغلش کردم، حسم این بود که خیلی میترسم براش اتفاقی بیفته که ما بلای سرش بیاریم، که باز چیزی رو نفهمیم که ما با سلاح‌های احمقانمون از قرن 19 استعمار میکنیم و هیچ وقت نمیبینیم چیکار داریم میکنیم و این وظیفه ماست. وظیفه من نمیتونه این باشه که جای دیگه چیزی رو تغییر کنم. خیلی خب بخشی از این صحبت‌ها رو شنیدیم. حالا من منظورش جملات آخرش رو درست نفهمیدم، ولی آن چیزی که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه: تصورات کسانی در غرب نسبت به ایران متفاوت شده. اون کسایی که رفتن سفر کردن، اون کسایی که پیج دارن اومده سفر کرده، رفتار محترمانه از ما دیده، چیزای خوبی دیده، بعد رفته برای دوستاش تعریف کرده. دیدین چند تا پست چند سال پیش در اومد از اینایی که اومدن ایران سفر کردن، چقدر وطن فروشا ریختن زیر صفحه‌هاشون، فلان شده، از کشور ما خوب نگو، غلط کردی، از کشور ما خوب میگی. چرا؟ به خاطر اینکه آقا کارفرما بهشون توضیح داده هیچ کس نباید جرئت کنه از ایران تعریف کنه. اگر تعریف کرد و کشور تو تقویتش کرد، ماها ضرر میکنیم، پس برو فوشش بده. دقت کردی چیکار کردن با توریستایی که اومدن از ایران؟ گفتم اینا به غلط کردن افتادن بنده خدا. ما باید کمک بکنیم از ایران بیشتر بشنون، از زیبایی‌های ایران ببینن، اون جذابیت‌ها براشون روایت بشه، شخصیت مردم ایران رو بشناسن. این از هر تبلیغی و از هر کاری برای وطن بهتره. شماهایی که خارج از کشور هستین بهتر از هر کسی این کارو میتونید بکنید. به حرفای من فکر بکنید. شما سفرای ایران هستین، روی این قضیه متمرکز بشید. یه پیج بخوای بزنی، بعضی چیزا تو ایران مثلا فلان داستان، فلان اتفاق تاریخی، فلان واقعه برای خودت شاید چیز عادی باشه، اینا کفشون میبره همچین چیزی میبینن. اینا رو بازنشر بکنید، اینا رو به اینا توضیح بدین، بسیار میتواند موثر باشد. از منم نکته بود بگید، مشورت بکنیم، هم فکری بکنیم. منم خدمت شما نکاتم عرض کنم. نکته دیگه ای ندارم. منتظر پیام‌های ارزشمند شما هستم.
خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.